خبرهای اقتصادی امروز 3 ینور در پیام تیوی. بنا به آمار مقامات ولایت سوخت در 11 ماه سال گذشته 2022 از موضعهای تاریخی و فرهنگی و باغ گلگشت‌های ولایت سوخت زیاده از 133,800 نفر از جمله 8,000 نفر سیاحان خارجی بازدید کرده‌اند. سیاحان خارجی بیشتر به ولایت برای بازدید از موضعهای تاریخی و فرهنگی و باغ و گلگشت‌ها آمده‌اند. کارشناسان میگویند در سال قبول 8,000 گردشگر خارجی نهایت کم است. یک ولایت با گنجایش 7,000 جای خواب برای مهمان باید در هفته نکم از 4,000 مهمان خارجی قبول کند. از گزارش مقامات به نظر می رسد در ساحه توریسم مقامات فعالیت نظررسی نداشته است. حکومت تاجیکستان دعوا دارد که بودجه سال 2023 امکان می‌دهد که تاثیر عامل‌های منفی را کم کرده و بلند برداشتن سطح زندگی مردم کمک خواهد کرد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده گفت در سال 2023 قسم درآمد بودجه دولتی بیش از 37 میلیارد و 100 میلیون سومانی، قسم خراجات 38 میلیارد و 100 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. درآمد بودجه سال نو نسبت به سال 2022 12.3% یا 4 میلیارد و 100 میلیون سومانی می شود. در همین حال بند خراجات بودجه دولتی در سال 2023 بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون سومانی افزایش خواهد یافت. کسری بودجه 0.8% نسبت به مجموع محصولات داخلی یا 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی پیش بینی شده است. همین طریق برای رشد ساحه معارف 7 میلیارد و 200 میلیون سومانی، برای ساحه اجتماعی 9 میلیارد و 400 میلیون سومانی پیش بینی شده است. همچنین گفته می شود که برای خدمت رسانی قرض خارجی 3 میلیارد و 400 میلیون سومانی اختصاص داده می شود. از 1 ینور سال 2023 سازشنامه درباره کفالت‌های حقوق‌های شهروندان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه تامین نفقه قطع کرده شد. پیشتر شرطنامه درباره کفالت‌های حقوق نفقه پیش بینی شده بود که نفقه از جانب دولت استقامتی دائمی شخص صرف نظر از شهروندی او تعیین و پرداخت کرده میشد. در اینجا تمام سابقه کاری و درآمدی که در حدود سابق اتحاد شوروی تا سال 1992 اینچنین در حدود دولت‌های اشتراک کننده از سال 1992 به دست آورده شده است به نظر گرفته میشد. حالا این سازشنامه بیکار شده است. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عاید به این مسئله سازشنامه‌های دو جانبه خود را تهیه می‌کنند. تاجیکستان و روسیه در سال 2022 سازشنامه همکاری در ساحه نفقه را که 15 سپتامبر سال 2021 در دوشنبه بعد از بیش از 7 سال بحث و 7 دوره مذاکره به امضا رسیده بود به تصویب رساندند. دلیل آنکه روسیه این قانون را لغو می‌کند و از 1 ینور فعالیتش را قطع می‌کند هنوز ماه می سال گذشته معلوم شده بود. اکنون مهاجرانی که طبق قانون حق نفقه گرفتن دارند طبق سازشنامه‌های دو جانبه کشورها حجت آماده کرده به مقامات مربوطه مراجعت می‌کنند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت پول ملی سومانی با مقصد حسابگیری و پرداخت باش‌های گمرکی برای امروز 3 ینور معین کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سومانی و 42 درم معین کرده شده است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1020 سومانی و 24 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1092 سومانی و 27 درم نشان داده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1830 دلار و 18 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج‌های لندن 85 دلار و 91 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج‌های نیویورک 80 دلار و 51 سنت معامله شد.